سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدید به یه ویدیو یوتیوبی دیگه با مهسا تو کانال بیما. بچه ها ساعت 6:30 صبح، من هنوز گیج خوابم. بعد همین الان با بابام صحبت کردم، پروازش همین الان نشسته. دیشب قرار بود 1:30 پروازش انجام بشه، ولی حتما دیرتر پرواز انجام شده که الان پروازش نشسته دیگه. الان منم پا شدم و آب گذاشتم روش بیاد یه قهوه بخورم. مامشا بد کشیده. یه تقریبا نیم ساعت 40 دقیقه وقت دارم برای اینکه بخوام حاضر شم. یعنی میدونید که میبینیم ساعت 40 دقیقه اضافه بر سازمان تایم دارم. تو نیم ساعت 40 دقیقه خود باید بشم ویدیو ادیت کنم. هنوز از اون ویدیوهایی که ادیت نشده مونده. باشم سعی پا میشم حاضر میشم که بریم دانشگاه. منتها موضوع این چیه؟ اینه که هوا الان که من میخوام یعنی مثلا ساعت که میخوام راه بیفتم 18 درجه است. خب و چون آفتابم نیست یه کوچولو خنکه، ولی دقیقاً به فاصله یک ساعت هم کمتر، به فاصله نیم ساعت بعد از اون ساعتی که من از خونه میخوام بزنم بیرون، هوا 5-6 درجه گرم میشه. یعنی الان اگه هوا مثلا 18 درجه است میشه 23 درجه. من واقعا تو لباس پوشیدن موندم، یعنی نمیدونم چی بپوشم. مثلا لباس گرم بپوشم، خب گرمم میشه، مثلا کت بردارم، مثلا نمیدونم چیکار کنم. درسی که امروز دارم تئوریه و دیگه کنم درس اوله، یعنی خبر خاصی نیست، ولی درس تئوری مونه. برای همین دفتر دستک خاصی هم بر نمیدارم با خودم ببرم. همین خودمون میریم. اگه نکته چیزی هم گفت تو نوت گوشی مینویسم فعلا تا حالا از جلسه های دیگه ببینیم چی میشه. من همین قهوه بریزم، یه خورده روتین صبحم انجام بدم، یه کوچولو ویدیو ادیت کنم، بعدش بریم هم یه حاضر شیم که بریم دانشگاه. ساعت 7:20 است و داره دیر میشه، پس دیگه وقت نیست که موهام بخوام اتو کنم و بهترینش اینه که موهامم جمع کنم. یعنی روز اول موهام جمع باشه خیلی بهتره. موهام نرمه، حالا خش خش صدا میده کارم، ولی در مجموع موهام خیلی نرم شده. وقتی اون روغنه که میزنم از این واکس موینه میزنم، این فرفریام جمع شه، وزوزیا فرفری نببخشید. موهامم ببافم که از این حالت پوفیش در بیاد. یعنی به نظر من یکی از شیک ترین مدل موها همینه که موهاتو ببندی و ببافی و چه ساده، شیک، راحت، جمع. تقریبا با همه مدل یقه لباسی هم میتونین این مدل مو رو درست کنی. خوبه. خب از این واکس موه بزنم، قشنگ اینجوری میزنیم موهامون همه جای سرم که جمع باشه و مرتبی. ببین یکی از کاربردی ترین وسایل بود واسه من واقعا. امیدوارم که ضرری نداشته باشه واسه مو، چون خیلی استفاده میکنم. طبعا هر وقت که موام اینجوری جمعه استفاده میکنم ازش. ببینی 2 تا این گیر سیاه ها میزنم موهام وایسه. الان خوبه موهام دیگه تقریبا. بریم سراغ صورت. بچه‌ها من اینجا تا حالا 2 تا یا 3 تا ضد آفتاب خریدم. خب یکی از یکی آشغال‌تر واقعا. نمیدونم چرا همش سفید میکنه و اینا. حالا گفتم از ایران برام بیارن ضد آفتاب خوب، ولی حالا فعلا تا ضد آفتاب بیاد از همینی که دارم استفاده میکنم. ببین یعنی حتی مثلا ضد آفتاب گرونم گرفتم خب یعنی مثلا رفتم تا بیام ضد آفتاب ارزون گرفتم. اصلا کلا نمیدونم چرا مدل ضد آفتابشون اینجوری که سفید میکنه. و من پوست خودم سفید هست، اینم میزنم قشنگ رو میشم. بعد اینجوری صورتم داره یه چیزی میزنه، نمیدونم میبینید یا نه. اصلا اصلا تو آینه نگاه نمیکنم، میگم مثلا نمیفهمم دارم چیکار میکنم. آینم کو. ببین روز اول دانشگاه و میخوام یه ذره طبیعی و نچرال این داستانه باشم، واسه همین دیگه کرم پود نمیزنم. خب فقط یه ذره کانسیلر میزنم. اینم بیوتی بلندر کانسیلرم، خیسش هم نکردم، همینجوری میزنیم. خیلی کم میزنم از اینکه امیدوارم که خیلی تغییر رنگ نشه.
با ضد آفتابم، چون از این کانسیلر با این ضد آفتاب استفاده نکردم. صبر کنید بلند کنم. نه خیلی فرقی نداره. شما فهمیدید ترکیه شده. البته وقتی شما این ویدیو می‌بینید یه هفته 10 روزی از این ماجرا گذشته، ولی خب شاید خیلی هم ندونن. مثلا میخوام بهتون بگم راجعش صحبت کنیم با هم دیگه و اینا. امیدوارم که مشکل توی یوتیوب هم بیش نیاد. یه قتل اینجا اتفاق افتاده. داستان از چه قرار بوده؟ یه پسری میگن که روانی موانی بوده، چون مثلا از این بوده که قبلا چیز ناموفق داشته. چی میگن اسمش؟ خودکشی. نمیدونم اینا یوتیوب گیر میده یا نه، واسه همین اینجور گفتم. آینه‌مو کجا انداختم؟ ناموفق داشته خودش، بعد دارو مارو مصرف می‌کرد و اینا، کلا دل دیوونه بوده. بعد یه اکسی داشته که دختر 19 ساله اینا بوده، یه دوست دخترم الان داشته. بعد پلن این که اونا رو هم چیز کنه، اینجا می‌نویسن داشته. خب ولی مثل این که خانواده دخترها یا نمیدونم خانواده یکی از دختر، چون هنوز خیلی حالا جزئیات پرونده منتشر نشد، خانواده دختر میدونستن، حالا یکیشون یا دوتاشون نمیدونم دقیقا میگم، و نمیذاشن دختر تنها بیرون بره. اندازه نیم ساعت اینا دختر تنها بوده، این پسر پیداش کرده و آره. خب بعد حالا چی؟ هم دوست دختر فعلیشو هم اکسشو به فاصله نیم ساعت جفتشونو زده. خب بعدم خودش. بعد صبر کنید یه براش پیدا کنم، میخوام از همین این بزنم پشت بلگم میخورده. بدتر از اون میدونی چیه؟ سر دختره رو زده انداخته تو خیابون. و یه ویدیو بود من دیروز دیدم که مامان دختره داره دختره رو صدا میکنه و سر دختره اونجا کف خیابونه. میدونی چی میگم؟ یعنی مامانه داره سر بچه‌ش رو میبینه. اصلا نمیدونم چی بگم. یعنی واقعا بگم کرک و پرم ریخته، واقعا ریخته. اصلا باورم نمیشه. خودش هم که از بالای حالت برج مانند قدیمی، خب از این نماهای قدیمی استانبول سمت فاتی خودش انداخته پایین، خودش هم کشته. بعد دیگه الان همه جا مثلا تجمع و ایناست. فعلا دیگه همه جا تمام، مثلا اکثر دانشگاه، فعلا دانشگاه ما که چیز نگفته، ولی دانشگاه قبلیمون هم حتی چیز کرده، همین تظاهرات و اعتراضات و ایناست. این داستان است. خلاصه که این اتفاقات عجیب غریب همه جای دنیا میفته دیگه. آدم نمیدونه چی بگه. به خدا فقط میشه گفت خدا به خانواده‌اش صبر بده. میدونی چی میگم؟ یعنی به خانواده دو تا دخترا خدا صبر بده، به خانواده پسرم خدا صبر بده. بالاخره واسه اون خانواده پسرم سخته دیگه. اونا پسرشون اسکل بوده که دست پدر مادر نبوده. حاضرشیم که داره دیر میشه. بریم سراغ رژگونه. نمیدونم از تینت هم بزنم یا از رژگونه بزنم. ترسم لک کنه تینته. ریسک کنیم تینت بزنیم. از این تینت جدیده بزنیم. خیلی لب گلی شدم. خوبه؟ نه خوشگل شد دوستم. دیره دیگه، دیر شد دیگه، دیر شد. منم بعدم میاد از این که دیر برسن جای همیشه هم دیر میرسن. خط لبم زدم. بعد روژ از این بالم لب استفاده میکنم. خب منم کیفم بیارم و اصلا که میخوام توی کیفم بذارم بهتون نشون بدم، بعدش هم حاضر شم. آقا من این تاپ رو پوشیدم. خب البته روش یه دونه بافت نازک توسی میخوام بپوشم. خب ولی بین این تاپم و این تاپم موندم. نمیدونم اینو بپوشم یا اینو بپوشم. یقش اینجوری کجه. اینو بپوشم. این آخه یقش هم اسکیم، ترسم گرمم شه. بذارم بافتش کلوفتره. صبر کنید که لباسم بپوشم. ببینیم که استایلم این تاپ سفیده است با اینو از زارا هم گرفتم. بذار بپوشم ببینم که چی جوریه. نمیدونم به خودم یه جوری نیست واسه روز اول. صبر کنید الان میام. بچه‌ها من همینو پوشیدم ولی خیلی دیرم شده. خیلی سری گوشوارامو عوض کنم. این گوشوارا رو میندازم که با کیفم ست شه. دیره خیلی هم دیره. وای فقط ایشالله که ترافیک نباشه. تمام دعام اینه. خب این سراغ مسئله که تو کیفم میذارم: کانسیلر، تینت و این بالم لبم، اسپری بدن، کرم دست، جعبه کارتام،
پد بهداشتی. اینا روکش توالت فرنگی، محض احتیاط 2 تا روکش و یه بسته دستمال کاغذی، یه چند تا دستمال اسباب می‌ذاریم کیفمون که احیانا اگر احتیاج شد. ایپاد و شارژر و گوشی هم برمی‌داریم. یه دفترچه کوچولو هم برمی‌دارم. همین دیگه، برو بریم. بچه‌ها انقدر عجله زدم بیرون یادم عینک آفتابی بردارم. اینم استایل نهایی، یه جوکاتونی سفید و یه دونم شلوار مشکی. اینم که از لباس هم دارید میبینید. بگیم خیلی دیر شده، خیلی بودو برم. محلی چی داره پخش میشه؟ اوف استرسم داره دیر میشه، استرس گرفتم. آقا افتضاح دیر شده. ترافیکو هم تو ترافیک موندم، هم اتوبوس دیر اومد. الان باید بودم سوار به اتوبوس شم. بچه‌ها استاده من فکر نمی‌کنم استاده درس بده. خب روز اول بود گفتم من مثلا یه سلام احوال پرسی می‌کنم و میره. از لحظه‌ای که رسید یه بند درس داد تا 12 و 10 دقیقه تا که تایم کلاس تموم شد. یعنی فقط اون وسط یه 5 دقیقه 10 دقیقه به همون آنتراک داد دیگه. هیچی دیگه نشد کلاسش فیلم بگیرم حقیقتا، چون دیگه دوست پیدا کرده بودم، یه اکیپ ایرانی خوب پیدا کرده بودم، نشسته بودم پیششون و اینا دیگه، داشتم اونا حرف می‌زدم. نشد ویدیو بگیرم واسهتون، ولی الان گوشیم میچرخونم این دور و بر دانشگاه نشون میدم بهتون. دانشگاهم دقیقاً پشت این ساختمون، اینجا که ورودی وادی استانبوله. بریم یه چرخ بزنیم ببینیم چه خبر هست. اومدیم فودکورت وادی استانبول، غذا سفارش دادیم. من پیده سفارش دادم، خانم پیده. هم دیگه غذا بخوریم و یه چرخ بزنیم. اینقدر شلوغه اینجا. خب اینجا فکر کن یه دانشگاه هست، خود مرکز خرید که در حالت عادی شلوغ هست، یکی دو تا هم اینجا آفیس و شرکت و این داستاناست، قلقله است دیگه. و وایسیم غذا حاضر شه و غذا بخوریم. سرم خیلی درد میکنه، بیشترم غذا و نوشیدنی رو میخوام بخورم. من دور زدم بعد منم یه دونه قهوه از برگرکینگ گرفتم بخورم. رفتیم برند برشکا و بزنیم این چیزش هم نور نخورستادم. رفتیم برند برشکا و زارا و پولنبیه. فقط توی برشکا چند تا مثلا کت و پالتو و بارونیای خوب دیدیم، بقیهشون افتضاح بود. ببین افتضاح که میگم واقعا افتضاح. یعنی خیلی خستم، قهوه رو بخورم و بریم سمت خونه.